خب بسیار عالی، خوب بود. عرضم به حضور شما که خب خیلی ساده است. یک سطحی رو اینجا توی این محدوده شکسته به سمت پایین و با یک گام قدرتمند برگشته سطح رو پس گرفته. منتها این گام قدرتمند یه پولبک عمیقی هم داشته و اینجا یک اصلاحی صورت گرفته ولی نتونسته. یعنی این عدم توانایی که توی این محدوده دارید می‌بینید در واقع زهر این پولبک رو گرفت، یعنی یک ستاب نزولی رو فیل کرد. منتها اینجا دیگه برای کامپلکس منتظر کامپلکس برای نزول نیستیم. چرا؟ چون انتهای یک رونده و قبلش یک گام صعودی داریم. عرضم به حضور شما که و چون اینجا شروع یک روند صعودی میتونه باشه، دیگه اینجا منتظر کامپلکس نیستیم اگر سناریوی فروش مد نظر ما باشه و این عدم توانایی میتونه شروع یک روند باشه. ببینید این سطحی که اینجا واکنش خوبی داشته، حتی موقع شکست هم یه واکنش داشته به سمت پایین، پرقدرت سطح رو پس گرفته، یه پولبک قوی، دوباره یه واکنش معنادار برای ادامه نزول نتونسته، دوباره با یک کندل قوی اومده که این عدم توانایی اینجا مشهوده برای نزول. یعنی این پولبک عمیق رو نتونسته تبدیلش کنه به یک گام نزولی و پرقدرت برگشته و همون سناریوی باری که اکثر شما عزیزان نظرتون بود کاملا درست، خیلی عالی بود. بعضی مواقع ستاپ‌های اینچنینی رو یه مقداری آدم ممکنه مشکوک بشه به اینکه چوبیه، این که چوبیه آره، ولی چیزی که مهمه اینه که ببینیم قیمت از کجا اومده. باز تکرار میکنم، ببینیم قیمت از کجا اومده.